اون چه که مهمه، اگر نرسیدید به هر دلیلی غذا بخورید، عجله داشتید یا از این دست موانع، حداقل عطر مصرف کنید. آها، یعنی رایحه گرم، رایحه گرم، عطر محمدی، عطر یاس، عطر موافق این سنین هست، مغز رو گرم نگه داره، حواستون رو جمع میکنه. دود اسفند شب و صبح خیلی خوبه، هم مغزتون رو گرم میکنه، هم شجاعت به دلتون میده، اون دغدغه قلبی که دارید رو برطرف میکنه، دل رو قرص میکنه. عیبی نداره که 7 روز 14 روز 7 روز قبل از امتحان شبیه قاشق مرب بخوری، اسفند میل کنیم به کمک آب قورت ببین، شجاعت بهتون میده، قوت قلب بهتون میده. بچه‌ها ما متأسفانه خیلی نوشابه میخورن، دلشون ضعف میره، سردی چیزی داره. اگر ترس دارید، ترس خیلی شدید دارید، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو حتما ذکر کنید. حالا لازم نیست که رو به زبان بیارید، تو دلتون بگید، هر همینطوری تو دلتون مطرح کنید. ماساژ پا بگیرید، نرمش صبحگاهی داشته باشید، با حواس جمع، آرام، توکل بر خداوند تبارک و تعالی.